الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند شما وقتی که قرآن کریم را می‌خوانید در روز قیامت این قرآن برای شما شفیع می‌شود و شما را در پیشگاه پروردگار متعال سبحانه و تعالی شفاعت خواهد کرد و این قرآن در روز قیامت در پیشگاه ایزد متعال سبحانه و تعالی ایستاد خواهد شد و خواهد گفت یا الله، این بنده تو به خاطر من شبها را نخوابیده، به خاطر من زحمت کشیده، به خاطر من مشکلات را تحمل کرده، پس یا الله شفاعت مرا در حق این بپذیر. و الله متعال سبحانه و تعالی شفاعت قرآن را در حق بنده‌ای که با قرآن هست و انسانی که با قرآن هست و بشری که با قرآن هست و مکلفی که با قرآن هست، الله سبحانه و تعالی شفاعتش را در حق او میپذیرد و قبول میکند. پس این قرآن کریم شفیع هست، شفاعت کننده است. آنچه را که ما اعمالی را که احیانا انجام میدهیم و الله متعال سبحانه و تعالی سخن قرآن را و شفاعت قرآن را در حق ما خواهد پذیرفت. با امید آن روزی که ما هم همیشه با قرآن باشیم تا آنکه الله متعال سبحانه و تعالی شفاعت قرآن را در حق ما بپذیرد و قبول بکند و ما هم از جمله کسانی باشیم که قرآن کریم در حق اونها شفاعت می کند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن و ما هم در این برنامه البته هدیه‌های گرانبهای هم به خدمت شما داریم در این برنامه که ان شاء الله تقدیم شما خواهد شد و منتظر این هدیه‌های گرانبها باشید. اما اجازه بدید قبل از آن درسی از تجوید را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی ارائه بکنم. ما در برنامه‌های گذشته بعضی از مخارج حروف را با هم دیگر صحبت کردیم و در مورد هر کدام آنها توضیحاتی داده شد و به لطف پروردگار متعال سبحانه و تعالی در هفته گذشته ما 6 حرف از حروفی که علاقه آنها و ارتباط آنها به زبان هست و از طریق زبان ادا می شود آنها را به خدمت شما ما مطرح کردیم و بیان نمودیم. در این برنامه 2 حرف از حروفی که باز هم به زبان مرتبط میشه، البته با تفاوتی در حروف گذشته، ان شاء الله به خدمت شما بعضی از این مسائل را مطرح خواهیم کرد. با هم دیگر این حروف را ان شاء الله میبینیم و تا اینکه اولین حرفی که امروز در واقع ما میخواهیم که به سراغ آن برویم و در موردش صحبت بکنیم حرف نون هست. حرف نون و حرف را که هر کدام از اینها ارتباط مستحکمی دارد با زبان. البته قبل از آن اجازه بدید که دندانها را یک بار دیگه هم نشان بدم، چون در برنامه‌های گذشته هم نشان دادم و لازم هست که بار دیگه هم نشان بدم. این دندانها به اینها میگویند دندانهای ثنایای علیا، یعنی دندانهای ثنایا یا دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره. بیخ این را میگن لیسه یا بیخ دندان. بیخ دندانهای ثنایای علیا. پس برمیگردیم به حرف نون. اینجا را شما اگر توجه بکنین در حرف نون، زبان به بیخ دندانهای ثنایای علیا، زبان به بیخ دندانهای ثنایای علیا برخورد میکنه. البته سر زبان نیست، از سر زبان کمی دنبالتر و این قسمت برخورد میکنه به بیخ دندانهای ثنایای علیا. البته کلن صدا در اینجا بند میشه، یعنی از دهان صدا خارج نمیشه بلکه از بینی خارج میشه یا از خیشوم صدا بیرون میشه. از اینجا این نکاتی که میبینید که آبی هست، از اینجا صدا از این طریق میایه و از اینجا از بینی صدا خارج میشه.
شما یک بار این را به عنوان مثال خواسته باشین که تمرین بکنیم، میگین ان صدا کاملا از داخل دهان بند میشه و از بینی خارج میشه و زبان میچسبه به قسمت بیخ دندانهای ثنایای علیا و کلا صدا از اینجا از قسمت دهان بند میشه، بلکه صدا میایه و از این قسمت از قسمت بینی خارج میشه. ان، یا مثلا ما خواسته باشیم به عنوان مثال یکی از آیات قرآن کریم بخوانیم، مثلا ان الله، این فرق نمیکنه که این نون کشاله باشه یعنی مد داشته باشه طویل باشه یا این که نون کوتاه باشه، به هر صورت این صدا از قسمت خیشوم خارج میشه و زبان کلن میچسبه به این قسمت، به قسمت بیخ دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره و نون ادا میشه. این از حرف نون. میریم به سراغ حرف را. حرف را قسمت سر زبان نه، بلکه قسمت یعنی وسط قسمت، یعنی میشه گفت که در میان وسطی زبان و جلوی زبان، در اون قسمت از زبان، یعنی مستقیما قسمت سر زبان نیست، برخورد میکنه به این قسمت کمی بالاتر. این بیخ دندان ها مستقیم بیخ دندان ها بود، اما را کمی بالاتر کام بالا برخورد میکنه در این قسمت. اینجا بیخ است اما در اینجا برخورد نمیکنه، اینجا نون برخورد میکرد، اما را در اینجا برخورد میکنه و کلا زبان نمیچسبه، مثل که نون کلا میچسبید را کاملا نمیچسبه. به همین جهت صدا از بینی خارج نمیشه، بلکه صدا از دهان خارج میشه. از این قسمت از دهان صدا خارج میشه. مثلا ما خواسته باشیم را ادا بکنیم، میگین ار. ببینید شما قسمت زبان برخورد میکنه به قسمت بالایی، یعنی به قسمت بالایی دهان که قسمت کام هست و در اونجا زبان کلا نمیچسبه. از همان قسمتی که خالیگاه داره صدا خارج میشه. ار مثلا میخوانین الرحمن الرحیم. البته باز تفاوتی در اینجا هست که را ما دو قسم داریم، یک را داریم که مفخمه یعنی راهیه که پر خوانده میشه، یک راهیه که مرققه یعنی باریک خوانده میشه، که ما در بعضی از قسمت‌هایش در لابلای تلاوت قرآن اشاره کردیم که انشاءالله باز به صورت تفصیل در موردش اشاره میکنیم. اگر را پر باشه این قسمت از زبان به این قسمت بالا برخورد میکنه، اما این قسمت از زبان خودش را رو به طرف کام میکشه. این قسمت از زبان اینقدر پایین نیست بلکه خودش را میکشه به طرف کام، در صورتی که را پر باشه. به عنوان مثال ما میخوانیم یعنی قسمت اخیر زبان رو به سمت بالا کشیده میشه. برعکس رایی که باریک هست، مثلا رایی که باریک هست ما وقتی خواسته باشیم آن را باریک بکنین میگین مثلا در الرحمن اگر خواسته باشیم باریک بخوانین که اشتباه نباید باریک بخوانین، ولی اگر باریک خوانده بشه این رقم خوانده میشه ار. اصلا این قسمت زبان نمیره به سمت بالا، اما وقتی پر بکنین میگین الرحمن الرحیم. این از حرف نون و حرف را که امروز به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان گردید. امید است که انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی استفاده کرده باشه. اما در مورد تحفه ها و هدیه هایی که به خدمت شما امروز داریم، این تحفه ها را به چند قسمت تقسیم کردیم که انشاءالله در هر قسمتی از برنامه تحفه جداگانه به خدمت شما انشاءالله ارائه خواهد شد. حقیقتا ما در برنامه گذشته اعلان کرده بودیم که از برنامه بعد انشاءالله میتونن که بینندگان عزیز و گرامی در شماره واتساپی که مربوط به شبکه هست در اونجا ویدیوها را بفرستن از اطفال خود، انشاءالله که ما در برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن پخش خواهیم کرد. و الحمدلله یعنی میشه گفت که بینندگان عزیز و گرامی
در این مورد واقعا توجه فراوانی داشتن و استقبال فراوانی شده و ویدیوهای فراوانی به دست ما رسیده از اطفال از گوشه گوشه دنیا. ما هم به همین جهت در این برنامه 3 قسمت از آن را پخش خواهیم کرد. قسمت‌های بعدی را اگر پخش نشد ان شاء الله در برنامه بعد حتما منتظر باشید و باز هم ما منتظر ویدیوهای شما هستیم که در برنامه‌های بعد ان شاء الله آنها را پخش بکنیم و که واقعا زیبا هست. یعنی ان شاء الله بعد از این که ببینین خود شما قضاوت خواهید کرد که واقعا زیبا هست و واقعا انسان به خودش میبالد که همچون اطفالی و همچون کودک‌های ماشاءالله با این زیبایی تلاوت قرآن عظیم و شن میکنن با همان زبان کودکانه. الله متعال به همه برادران و خواهرانی که این ویدیوها را فرستادن الله متعال جزای خیر بده و همچنین از تمام برادران و خواهران گرامی تشکری میکنیم و از الله متعال میخواهیم که برای همه الله متعال توفیق بده که همیشه با قرآن باشند و اطفال عزیز را الله متعال همیشه در سایه قرآن داشته باشد. با همدیگر میرویم اولین قسمت از این هدیه ها و این تحفه های گرانبها را میبینیم و بعدا ان شاء الله در خدمت شما از تلاوت آیات چند از کلام الله مجید از سوره مبارکه بقره خواهیم بود. قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام علیکم. انوشا هستم از قشم 7 ساله. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، این یکی از این تحفه ها را دیدید. الحمدلله و ماشاءالله بسیار زیبا بود و تشکری میکنم از تمام این اطفال عزیز و برادران و خواهران گرامی. الله متعال همه را در حفظ پناه خود داشته باشد و ان شاء الله قسمت های بعد را هم در لابلای برنامه پخش خواهیم کرد و الله متعال سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده و ماشاءالله و ماشاءالله. خب اجازه بدین که درس امروز را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت بکنم و ان شاء الله با هم دیگر این تلاوت را مرور میکنیم و تلاوت میکنیم و بعدا هم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. درسی که امروز میخوانیم از آیت 203 سوره مبارکه بقره تا آیت 210 سوره مبارکه بقره ان شاء الله تلاوت خواهیم کرد و با هم دیگر این آیات را تکرار خواهیم نمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذكروا الله الله لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه و ذال هم همچنان که ما در برنامه گذشته به آن اشاره کردیم برای شما واضح است که سر زبان برخورد میکنه به سر دندانهای بالا، قسمت دندانهای پیشینی که در بالا قرار دارد. واذکروا الله فی، اینجا مد منفصل هست چرا که بعد از یا که حرف مد هست همزه سبب مد آمده در دو کلمه، بنابراین مد منفصل هست. فی ایام فی ایام بعد از تنوین میم آمده و میم از حروف ادغام هست، بنابراین ما اینجا ادغام میکنیم. ایام میم معدودات فی ایام معدودات. جیم هم علامت وقف جائزه. این جیم به معنای علامت وقف جائزه، یعنی اگر ما خواسته باشیم اینجا وقف کنیم هم جائزه، اگر خواسته باشیم وقف نکنیم هم جائزه. در صورتی که ما وقف کنیم میگین فی ایام معدودات، استاد میشیم، حرکت اخیر میفته. اما اگر خواسته باشیم اینجا وصل بکنیم، چون بعد از تنوینی که اینجا هست، بعد از این تنوین فا آمده و فا از حروف اخفا هست، بنابراین ما مجبوریم که این تنوین را اخفا بکنیم. بخوانیم
فی ایام معدودات فمن، بعد از نون ساکن اینجا فمن، بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست. نون ساکن را اخفا میکنیم. فمن تعجل، فمن تعجل 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 فی یومین یومین فی یومین فلا اینجا مد منفصل هست. چرا؟ به خاطری که این الف که اینجا میبینید این حرف مد و بعد از آن همزه آمده، سبب مد در دو کلمه مد منفصل میشه. فلا اثم علیه، فلا اثم ثا سر زبان برخورد میکنه به سر دندانهای بالایی که در پیشین قرار داره. فلا اثم علیه 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 و من تأخر اینجا بعد از نون ساکن تا آمده، این نون ساکن اخفا میشه. و من تأخر فلا اثم علیه. در اینجا گذشت توضیح دادیم مد منفصل میشه. ثا هم سر زبان به سر دندانهای که در پیشین قرار داره در قسمت بالا در اونجا برخورد میکنه. صلا هم به معنای این که اگر اینجا وصل بکنین بهتره. ما هم وصل میکنیم. فلا اثم علیه لمن اتقا، لمن اتقا لمن اتقا. قلا هم به معنای اینکه اینجا وقف کنین بهتره. واتقوا الله واو با تا در اینجا وصل میشه. واتقوا الله، لام جلاله هم پر خوانده میشه. واعلموا اینجا هم مد منفصل هست. واعلموا انکم اینجا هم نون، اولا مواظب باشید که نون از کجا ادا می شد. قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به بیخ دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره. ان صدا کاملا از دهان بند میشه، از بینی خارج میشه. انکم اینجا هم بعد از میم ساکن همزه آمده و در قاعده میم ساکن اینجا اظهار میشه. انکم الیه تحشرون. یک بار این آیه را تکرار میکنم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. این از آیه 203 سوره مبارکه بقره می رویم به سراغ آیت 204. و من الناس اینجا نون با نون وصل میشه و این نون در اینجا مشدد غنه میشه. و من الناس می اینجا بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف یرملونه
و در اینجا ادغام میشه. نمیخوانیم من یعجبو که اشتباهه، بلکه میگین می یعجبک قوله في الحياة الدنيا في فاب هلام في الحياة تد تا با دال در اینجا وصل میشه. تد دنیا في الحياة الدنيا ويشهد الله دالله دال با لام و لام جلاله هم اینجا پر خوانده میشه. ويشهد الله على ما في قلبه اگر استاد بشین، اگر وصل بکنین على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد لام با دال وصل میشه. ألد الخصام وهو ألد الخصام. یک بار آیه را تکرار میکنیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. این از آیه 204. میرویم به سراغ آیت 205. وإذا تولى سعى في. البته اینجا را یک نکته را اینجا اشاره بکنم که لام عموما باریک خوانده میشه، الا اینکه مثلا در لام جلاله که ما قبل پیش داشته باشه یا زبر داشته باشه که پر خوانده میشه. و اذا تولى سعى في الارض را در اینجا پر خوانده میشه ارض. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل نون در اینجا غنه میشه، یعنی صدا از بینی خارج میشه. نون در واقع زبان میچسبه به قسمت بیخ دندانهای ثنای علیا، البته کمی بالاتر از بیخ دندانها. صدا از دهان کاملا بند میشه. نسل کاملا صدا از بینی خارج میشه. نسل اینجا جیم هم به معنای علامت وقف جایزه، اگر اینجا وقف کنین جایزه، اگر وصل هم بکنین جایزه. والله لام در اینجا پر خوانده میشه. والله نمیگین والله، بلکه پر میخوانین. والله لا يحب الفساد یک بار دیگه آیه تکرار میکنیم.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. آیت 206 را با هم دیگر تلاوت میکنیم. وإذا قيل له اتق الله قله، اینجا لام جلاله باریک خوانده میشه، برخلاف اون والله که در اینجا خواندیم، اینجا باریک خوانده میشه. له اتق الله، نمیگین له اتق الله، قله اشتباهه، قله باریک میخوانیم. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة أخذت ظال با تا، هل اینجا ها با لام، عزت عین با زا، أخذته العزة بالإثم. جیم علامت وقف و جایزه، میتونین وقف بکنید، میتونین وصل بکنید. در صورتی که وصل بکنید میگین بالإثم، اگر وقف بکنید میگین بالإثم. فحسبه نمیگین فحسبه، فحسبه جهنم. اگر استاد کنین میگین جهنم، اگر وقف کنین جهنم. اینجا نون هم مشدده غنه میشه. سلا هم به معنای این که اگر وصل بکنید بهتره. جهنم ولا بئس المهاد، ولا بئس المهاد. یک بار دیگه آیه تکرار میکنیم. و اذا قیل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. میرویم به سراغ آیت 207. و من الناس، نون در اینجا غنه میشه. و من الناس می نمیگین من، چرا بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام میکنیم. می یشری ری نمیگین ری، اگر ری بگین پر میشه، باریک میخوانید. من یشری نفسه ابتغاء، با در اینجا قلقله میشه، یعنی تکان میدین. هب نفسه ابتغاء، مد منفصله. نفسه ابتغاء مر رب پر خوانده میشه. مرضات الله مرضات الله. لام جلاله در اینجا باریک خوانده میشه. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر در اینجا وقف بکنین جایزه، اگر وصل هم بکنین جایزه. والله پر خوانده میشه.
والله رؤوف بالعباد. اینجا تنوین در حقیقت بعد از تنوین با آمده و با حرف اقلابه، بناهن تنوین به میم تبدیل میشه. رؤوف فم بالعباد، رؤوف بالعباد. آیه را دوباره میخوانین. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خب میرویم به سراغ آیت 208. یا ایها الذین آمنوا، یا مد منفصل هست. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا. اگر اینجا استاد بشین، این همزه‌ای که میبینید به این همزه وصل میگن. اگر همزه وصل بعدش لام باشه، یعنی الف لام باشه، خب همان همزه وصل رو ما فتحه میدهیم. اما مثل اینجا که بعدش میبینین دال هست، لام نیست دال هست، ما قبلش را نگاه میکنیم، ما قبلش اینجا پیش داره، ضمه داره، بنابراین ما هم این را ضمه میدهیم. مثلا اگر اینجا استاد شدیم میگیم یا ایها الذین آمنوا. اگر استاد شدیم میگین ادخلوا ادخلوا. اگر استاد نشدین میگین آمنود ندخلوا. دال هم در اینجا قلقله میشه، یعنی تکان میخوره، یک جنبش شروع میدین. آمنوا ادخلوا فی السلم، فی السلم، سلم، کافه کافه کافه. اینجا مد لازم هست، اینجا مد لازم هست. کافه کافه. مد لازم هم مثل مد متصل هست، به اندازه 4 الی 6 حرکت آن را طولانی میکنیم. کافه کافه هفه کافه. البته در اینجا تا بعد از اینجا که میبینید تا منونه تنوین داره، بعدش واو آمده و واو از حروف یرملونه، بنابراین ادغام میکنیم، یعنی میگین تو تو کافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا تتبعوا خطوات 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 خطوات. اینجا تا هم با شینی که در الشیطان هست وصل میشه، میخوانین خطوات الشیطان الشیطان خطوات الشیطان. اگر اینجا وقف کنیم میگین خطوات الشیطان، حرکت اخیر را میاندازین. اما اگر وصل بکنین میگین خطوات الشیطان شیطان. جیم هم علامت وقف جایزه، یعنی هم میتونین وصل بکنین و هم میتونین وقف بکنین. انه انه. اینجا نون هم غنه میشه. انه لکم لکم لکم
عدو دو یعنی دال با واو وصل میشه. عدو مبین چون اینجا تنوین داره و بعد از تنوین هم میم آمده. میم از حروف یرملونه، بنابراین ما اینجا ادغام میکنیم. عدو مبین. آیه را دوباره تلاوت میکنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. این از آیه 208 می رویم به سراغ آیت 209 سوره مبارکه بقره. فاین بعد از نون ساکن زا آمده، زا از حروف اخفا هست، اخفا می کنیم. فاین زللتم تم بعد از میم ساکن میم آمده، اینجا ادغام می کنیم. فاین زللتم من بعد میم بعد از نون ساکن با آمده، بنابراین این نون ساکن را به میم تبدیل میکنیم. میگین میم اقلاب میشه، یعنی نون به میم تبدیل میشه. اقلاب یعنی تبدیل کردن، تبدیل شدن. میم بعد ما جاءتكم البینات ما جاء مد منفصل هست. ما جاءتكم البینات ما جاءتكم البینات ما جاءتكم البینات فاعلموا. اینجا اگر ما خواسته باشیم اینا را با هم بخوانیم باید مد منفصل را مراعات کنیم. فاعلموا ان الله، نون در اینجا خونده میشه، لام هم در اینجا پر میشه. ان الله عزیز حکیم. عزیز حکیم. اینجا تنوین بعد از تنوین ها آمده و ها از حروف اظهاره. این تنوین را ما ظاهر میکنیم، آشکار میکنیم. خب آیه را دوباره تلاوت میکنم. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. می رویم به سراغ آیت 210 سوره مبارکه بقره. هل بعد از نون ساکنی که در اینجا هست وا آمده. وا از حروف اخفا هست، این نون ساکن را اخفا می کنیم. هل ینظرون إلا أن اینجا بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام هست، بنابراین اینجا ادغام میکنیم. إلا أن يأتيهم الله أن
يأتيهم الله في ظلل في ظلل ظلل. اینجا گفتیم قسمت جلوی زبان به سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره برخورد میکنه و وا ادا میشه. البته با تفاوت این که از حروف استعلاء قسمت اخیر زبان را میدین و قسمت بالا میگین فی ظلل 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 فی ظلل لم. چرا بعد از تنوین میم آمده؟ میم از حروف ادغامه، یرملونه، ادغام میکنیم. لم نمیگین لن. فی ظلل اشتباهه. فی ظلل من الغمام من الغمام والملائكة اینجا مد متصل هست. والملائكة وقضي الأمر امر. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر وقف کردین هم جایزه، اگر وصل هم بکنین جایزه. مثلا اگر وقف بکنین میگین وقضی الامر، اما اگر خواسته باشین وصل بکنین میگین وقضی الامر و الى الله الى الله و الى الله الى الله تر را پر خوانده میشه. ترجع الامور ترجع الامور. آیه را دوباره تلاوت میکنیم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. این هم از آیت 210 سوره مبارکه بقره که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. میخواستم یک تعلیقی به یکی از آیات سوره مبارکه که آیاتی که امروز تلاوت کردیم بدهم، اما فکر میکنم که وقت برای ما اجازه نده. اجازه بدین که بیشترین وقت را برای بینندگان عزیزمان انشاءالله اختصاص بدیم. خب با هم دیگر این آیاتی که تلاوت شد میرویم به اتاق فرمان و این آیات را میشنویم و بعد از آن انشاءالله یک قسمت دیگر هم از این تلاوت ها و از این هدیه ها و تحفه های گرانبها که از اطفال عزیز هست انشاءالله پخش خواهد شد و دنبال آن در خدمت شما دوباره قرار خواهیم گرفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله، الله أكبر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الشمس والقمر بحسبان والنجم
والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. محمد پردیس هشتمک 8 ساله از پغمان. میخوام سوره والعرض بخوانم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم والعرض ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماها رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. آیاتی از سوره مبارکه بقره را به خدمت شما تلاوت کردیم و همچنین
این تلاوت های زیبا را از این اطفال کوچولو شنیدین. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر هر کدام از اینها برکت بده و در خانواده آنها هم الله متعال سبحانه و تعالی برکت و رحمت را نازل بفرمایه. و به دعای این کوچولو رابعه کوچولو من هم میگم آمین. الله متعال دعای تو را قبول بکنه و دعای همه مسلمان ها را در حق مسلمان های دیگر الله سبحانه و تعالی قبول بکنه. و جزاکم الله خیر. از این به بعد بینندگان عزیز و گرامی میتونن تماس بگیرن. انشاءالله چند تماسی را خواهیم گرفت برای نیم ساعتی و بعداً انشاءالله باز قسمت سوم را خواهیم شنید و باز هم به دنبال آن تماس های بینندگان عزیز و گرامی را خواهیم گرفت. اولین بیننده را با هم دیگر میشنویم که کی هستن و از کجا در تماس شدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم. مریم هستم از افغانستان. بله بفرمایید خواهر گرامی. میخواین تلاوت بکنین؟ بله بفرمایید تلاوت بکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. تشکر از برنامه بسیار خوب. سلامت باشین. تشکر. جزاكم الله خیر. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من شوق هستم از امارات. میخوام سوره نبأ را تلاوت کنم. بسیار خوب بفرمایید تلاوت کنین میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبيننا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون بحسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء حصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. ماشاءالله زیبا بود. آفرین. خواهش میکنم. سلامت باشین. تشکر. جزاکم الله خیر. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده عزیز صدا شما کمی مشکل داره، اگر میشه دوباره تماس بگیرین و مشکل داشت متاسفانه صدا شما. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. معروفین؟ سوره فاطمه رو میخوانم. خیلی خوب بخوان. میشنویم بخوان. بسم الله الرحمن. متاسفانه تماس قطع شد. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم عزیزی هستم. میخواستم از اول بخونم. خیلی خوب. بفرمایید خواهر گرامی میشنویم بفرمایید. میشه یه چیزی بگم قبل از اینکه شروع کنم؟ متوجه نشدم خواهر گرامی، صدا شما فکر میکنم امروز کمی مشکل داره. بفرمایید بفرمایید. میگم میخوام قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی میشه بگم؟ بفرمایید بفرمایید میشنویم. اون هفته که من تونتون خوندم به خاطر این بود که مامان با دوستش خیلی اذیتم میکردن و نمیذاشتم من زنگ بزنم. به خاطر اون کرده بودم تونتون خوندم. متاسفم. من ولی بیشتر سعی میکنم دفعه دیگه دقتم بیشتر بشه. خیر باشه، مشکل نیست خواهر گرامی، خیر باشه. بفرمایید میشنویم بفرمایید. خیلی ممنون. اعوذ بالله من صدا پیش من نیست خواهر گرامی. صدا دارین شما؟ فکر میکنم که کدام مشکلی در تماس خواهر گرامی ما پیدا شد و صدایشان را نداشتیم. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، یک دختر خورترک ما میخواد که سوره قرآن بخونه. بسیار خوب بسیار خوب. بدین که بخوانن. البته صدای تلویزیون را اگه ببندین خیلی خوب میشه چون صدا. جزاکم الله خیر. بچه‌شم بیا بچه بده. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ بله. الحمدلله. میخوای بخوانی؟ بله. بخوان. میشنوی. نام سمیه. سمیه. چند ساله هستی؟ 5 ساله. 5 ساله. آفرین آفرین ماشاءالله. میخوای کجا رو بخوانی؟ این اعطینا. خیلی خوب میشنویم. بخوان سمیه جان بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل وانهر لشانك هو الأبتر. آفرین آفرین ماشاءالله آفرین. خیلی زیبا بود. آفرین سمیه جان آفرین. از کجا تماس گرفتی؟ نروژ. ماشاءالله ماشاءالله. هفته بعد انشاءالله که ویدیو تو هم پخش بکنین. خدا شما رو زنده داشته باشه استاد محترم. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. انشاءالله که هفته بعد ویدیو سمیه جان رو هم بفرستین که پخش بکنین. حتما ان شاء الله. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. جزاک الله خیر استاد. سلامت شما رو خدا زنده داشته باشه. سلامت باشید. آمین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم از شما بیننده گرامی و از این کوچولو. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی اگر جناب آقای محمدی اگر کم بلندتر صحبت بکنین. صدای شما خیلی ضعیفه برادر گرامی، صدای شما خیلی ضعیفه. خیلی خوب، اما اگر کمی بلندتر صحبت بکنین یا کدام مشکلی از گوشی شماست نمیفهمم. صدا خیلی ضعیفه. خب صدا دارین برادر گرامی؟ بله صدا شما هست ولی خیلی ضعیفه برادر عزیز. اگر دوباره تماس بگیرین خیلی خوب میشه. خب اگر بیننده عزیز و از اتاق فرمان از آقا احمد عزیزم میخوام که سه نفری که تا حالا گوشیشون قطع شده اگر لطف کنن آنها به یعنی آنها را افراد اول قرار بدن که انشاءالله اگر تماس گرفتن تماسشون وصل بشه. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. خیلی خوب، بفرمایید خواهر گرامی. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ خیلی خوب، بفرمایید میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله في أيام معدودة فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها كالخلق الناس والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس ما يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم. و متاسفانه که تماس شما خواهر گرامی قطع شد، اما در تلاوت شما اشکالات فراوان وجود داشت خواهر گرامی. فکر کنم صدامت نمیشنیدین. چند جار خوب یادآوری کردم ولی متاسفانه که صدای من نشنیدین و انشاءالله که بیشتر کوشش بکنین تلاوت را و اگر بتونین از افرادی که قرآن کریم را به صورت خوبی یاد دارن، هر کس انشاءالله در خانوادهشون کسایی هستن، تکرار بکنین انشاءالله که بهتر میشه. ناامید نباشین، تلاوت شما به هر حال خوب بود اما اشکالات داشت. انشاءالله که اشکالات حل بشه و برداشته بشه. جزاکم الله خیر و تشکری میکنیم از تماس شما. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی، بفرمایید. از کجای بخونم؟ شما برادر عزیز از و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله از اینجا بخوانید که تا آخر درس امروز. روی تلویزیون، صفحه تلویزیون اگر بله شما اعوذ بالله شروع بکنین انشاءالله که صفحه برای شما معلوم میشه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من
تماس بیننده گرامی ما قطع شد. یک بارگی فکر میکنم که کل تماس ها قطع شد، اشکال نداره و تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید خواهر گرامی. چون با توسان کش میشه. الو السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز بفرمایید. استاد محترم بچه که میخوان یک بار بکنم. خیلی خوب خیلی خوب، باشه میشنویم. یک دقیقه باشه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میشنوی صدای ما؟ خیلی خوب. اسم تو چیه؟ سمیر. از کجا تماس گرفتی؟ از دنمارک. چند ساله هستی؟ 9 ساله. آفرین ماشاءالله. میخوای کجا تلاوت بکنی؟ سورة البقرة. خیلی خوب میشنویم. لم يكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آفرین ماشاءالله. آفرین ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین. کدام گفتنی دیگری داری؟ میخوای کدام چیز دیگه بگی؟ نه. تشکر. آفرین ماشاءالله. زیبا بود. تشکر. جزاک الله خیر. تشکر میکنم از شما و از خانواده شما. خب تماس بعدی. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟ نام شما؟ من مدینه هستم. نام عایشه است. ای مدینه میکنم. آفرین ماشاءالله ماشاءالله. ای مدینه زمیدم عایشه هستم. چند ساله هستی؟ 10 ساله هستم. 10 ساله. بسیار خوب. میخواین تلاوت بکنی مدینه جان؟ سوره یاسین میخوانم. خیلی خوب. بخوان میشنویم. بسم الله و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما عایشه خانم. تشکر، ماشاءالله، جزاک الله خیر. کاکا بله دیگه من خبر دارم 5 ساله است که سوره فاتحه رو میخوانه. خیلی خوب، خیلی خوب، میشنویم. بده دستش که بخوانه. سمیه سلامش باش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین. آمین. آفرین. ماشاءالله، ماشاءالله. سمیه کوچولو، آفرین، ماشاءالله. زیبا بود. تشکر. خلاص خداحافظتان. خداحافظ شما. جزاکم الله خیر. تشکری میکنم از خواهر گرامی و همچنین از کوچولوی عزیز. واقعا زیبا تلاوت کرد. الله متعال حفظش کنه. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و بزرگوار اگر صدای تلویزیون رو ببندین. خب تماسشان قطع شد. تماس بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی بفرمایید. امید هستم از کردستان مزاحم میشم. بسیار خوب. بفرمایید برادر بزرگوار. میخواین تلاوت بکنین؟ جان بله، اگه امکان داشته باشه داخل نمایش بریزان. بسیار خوب، بفرمایید. حالا از اول صفحه شما اعوذ بالله شروع بکنین، انشاءالله که صفحه برای شما معلوم میشه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. تشکر آقا امید عزیز، جزاکم الله خیر. ماشاءالله تلاوت شما خیلی خوب بود. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب خواهر گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. باز هم متاسفانه خواهری که تماسشان قطع شده بود برای اطلاع دادن که ایشان بودن، متاسفانه که باز هم صدا نداشتن. اشکال نداره. تماس بعدی. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. من فردوس از تاجیکستان میخوام سوره بقره را قرائت کنم. بسیار خوب. از کجای سوره بقره میخواین تلاوت کنید؟ از آیه 22. بسیار خوب. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلی العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. تشکر. فقط یک نکته را برادر گرامی، ولا تتبعوا عو تا عو فرق میکنه. وقتی عو بگین جمع میشه، پس اینجا هست ولا تتبعوا. جزاكم الله خیرا. و بینندگان عزیز و گرامی اجازه بدین که با همدیگر برین قسمت سوم این شکوفه های قرآنی و گل های باغ و بوستان کلام الله مجید، این اطفال عزیزی که تلاوت کردند و ویدیوهایشان را فرستادند را با هم دیگر ببینین و بعد از آن ان شاء الله دوباره باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. السلام علیکم. نام ما یوسف است.
در دنمارک زندگی میکنم. 11 ساله هستم. آیت الکرسی شریف تلاوت میکنم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محمد عمر هتم السراوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك لن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سلام علیکم. من مریم از قشم 6 ساله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عبد الله سمع السروان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
علیکم. اسم ما یونس است، از درماک هستم. ما 8 ساله هستم. نام خودم سورة البینه براتون بخونم. سورة البینه مدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. صدق الله العظيم. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم تلاوت های این اطفال را با هم دیگر شنیدین و ماشاءالله بسیار زیبا بود. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر ایشان برکت بده و پدر و مادرشان را هم الله متعال خیر بده که همچون اطفال را به هر حال تربیت کردن. الله سبحانه و تعالی همه را در حفظ و پناه خود داشته باشد. باز هم بینندگان عزیز و گرامی، من معذرت خواهی میکنم از کسایی که به هر حال تلاوت های فرستادن و پخش نشد. انشاءالله در نوبت گذاشته ما در هفته بعد هم پخش خواهیم کرد. به همان نوبتی که آنها فرستادن به همان نوبت انشاءالله که پخش خواهد شد، چون وقت برنامه ما به هر حال ایجاب نمیکنه که کل اینها را همه پخش بکنین و معذرت خواهی میکنم از اون افرادی که تلاوت ها را فرستادن و در این هفته پخش نشد. انشاءالله که در هفته بعد منتظر باشن و پخش خواهد شد. باز هم از آقا احمد عزیز میخوام که شماره واتساپ را هم در کنار صفحه بگذارن که بینندگان عزیز شماره واتساپ را هم ببینن و کسایی که علاقه دارن که همین گونه از اطفالشان تلاوت های پخش بشه، ویدیوهای پخش بشه از تلاوت قرآنی در برنامه روحانی قرآن کریم، میتونن که به این شماره واتساپ ویدیوها را بفرستند و ان شاء الله که پخش خواهد شد. میرویم به سراغ تماس ها. اولین تماسر میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوره چه قلیا تلاوت کنم. میخواین سوره قل یا الکافرون تلاوت بکنین؟ بسیار خوب، بفرمایید تلاوت کنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وعابدون ما أعبد ولكم ولي دين. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر از شما. فقط در قسمت اخیر اگر کمی متوجه باشین، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تشکر از شما. استاد خیلی برنامه‌ای دست خیلی سلام مواظبت دارین. خداوند خیلی دنیا و آخرت همیشه فایده بشه. آمین. تشکر از شما. تشکر از شما. من بخاطر چون خودم توان ندارم یک سال کمتر میشه که تازه برنامه شما رو نگاه میکنم، مثلا خودم میزنه ولی اونقدر خوب نمیده. انشاءالله که خوب میشه. انشاءالله که به همین ترتیب ببینین. انشاءالله که تلاوت شما خیلی بهتر از گذشته خواهد شد. تشکر از شما. خداوند همیشه سرپناه پیروز باشه. سلامت باشین. آمین. آمین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم.
سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما محمد هستم از جده زنگ زدیم. بله محمد جان میخوای تلاوت بکنی؟ بله. بسیار خوب میشنوین. تلاوت کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للعنان فيها فاكهة ونخل ذات الأكرام والحب ذو العصف والريان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشارقين ورب المغاربين مغربين محمد جان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آفرین ما شاء الله جزاک الله خیر. تشکر از محمد جان. تشکر. میخواد تلاوت کنم. خیلی خوب گوش میکنین. علیکم السلام. جواد هستی؟ آفرین ما شاء الله. میخوای تلاوت بکنی؟ بخوان میشنوی. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمین. آفرین ماشاءالله. آفرین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یاسمین کوچولو هستی میخوای تلاوت کنی؟ خیلی خوب میشنوی. بخوان. بخوان میشنوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین ماشاءالله. آفرین ماشاءالله. تشکر. خب تشکری میکنیم از این خواهر برادرها. الله متعال سبحانه و تعالی حفظشان کنه. تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. خب تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوب میخوای تلاوت کنی؟ خیلی خوب بخوان میشنوی. آفرین ماشاءالله. آفرین. تشکر جزاک الله خیر. تماس بعدی رو میشنوی. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
برکات خمیشون شما خوب سلامت. تشکر از شما، سلامت باشین، جزاکم الله خیر. بفرمایید. ببخشم می‌خواستم حضرت یاسین شریف رو بخونم، ببینم یاد داره یا نه. خیلی خوب، بفرمایید، تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أثقالهم إنا جعلنا في أعناقهم إنا جعلنا في أعناقهم بله وأعناقهم أغلالا فهي أثقالهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الرحمن وخشي الرحمن وخشي الرحمن وبشر الرحمن بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب قدمه وآثارهم على كل شيء أتيناه في إمام مبين. جزاكم الله خير. تشکر از شما. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر. نه خیلی خوب بود، انشاءالله خیلی خوب بود. بیشتر تلاوت بکنین، کسی که یاد داشته باشه بیشتر تلاوت بکنین انشاءالله که بهترتر میشه. خیلی خوب بود، ماشاءالله خیلی خوب بود. می الف لام میم را ما کاری بکنم انشاءالله. سعی کنم برابر بینا خود نوم کنه یکی دیونی کردم میکنم برا. خیلی خوبه، خیلی خوبه. انشاءالله در برنامه آینده سوره بقره هم از شما گوش میکنیم. در برنامه آینده انشاءالله. الان کم میخونم، بخونم. بخوانید، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر، جزاكم الله خیر. ماشاءالله خیلی خوب بود، خوب بود انشاءالله، خیلی خوبه. بیشتر تکرار کنه باقی که یاد بگیرم، خیلی ما جیش میزنم برای که یاد ندارم. نه انشاءالله که خوب میشه. الله متعال به نیت شما انشاءالله که به همان گونه با شما برخورد خواهد کرد. تلاوت شما بیشتر بشه انشاءالله بهتر میشه. تشکر. خدا شما خیلی بده. سلامت باشین. تشکر از شما ماشاءالله. ناامید نشین خواهر گرامی و الله متعال شما را حفظ بکنه و در حافظه شما و در تلاوت شما برکت بده. ماشاءالله خیلی خوب بود. اصلا جای نگرانی نیست. همه افرادی که شما میبینین که حالا تلاوت خوب میکنن اینها هم مثل شما بودن. فکر نکنید که اینها از روز اول به هر حال ماشاءالله قاری افتادن پایین و هر حال قاری بودن. همه ما این گونه بودیم، همه این گونه بودن بلا استثناء. هر کسی که شما در روی زمین ببینین همینه، همین بوده. روز اول تلاش کرده الله متعال نصیبی کرده که توانست قرآن کریم را درست بخونه و انشاءالله که شما هم همین گونه هست. الله متعال با شما همان گونه برخورد خواهد کرد که شما نیت شما هست و قصد شما هست. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشین. تشکر از شما برادر گرامی، بفرمایید.
میخواست درس نیازه صداقت کنه. بسیار خوب، بفرمایید میشنوید. میشه دیگه درس بسیار خوب. صفحه حالا برای شما معلوم میشه. شما اعوذ بالله شروع بکنین، انشاءالله که تا اعوذ بالله شما تمام بشه صفحه هم به شما ظاهر خواهد شد. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من التقاء واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خیر. ممنونم. تشکر. سلامت باشین. جزاكم الله خیر. خب یک تماس دیگه میگیریم، تماس کوتاه انشاءالله که باز از خدمت شما رخصت خواهیم شد. خب سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهرم میخواد قرائت کنه. بسیار خوب، باشه میشنویم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از تاجیکستان تماس گرفتی؟ سوره مطففین. بسیار خوب. چند ساله هستی؟ میشه بگی چند ساله هستی؟ 6 ساله. آفرین، ماشاءالله. سوره مطففین میخوای بخوانی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ لمحجوبون. يومئذ للمكذبين. كلا إن كتاب الذين يكذبون بيوم الدين. ثم إنهم لصال الجحيم. صدق الله العظيم. آفرین ما شاء الله. جزاک الله خیر. آفرین ما شاء الله. ما شاء الله زیبا بود. قرائت نماز سوره فاتحه. بسیار خوب، بسیار کوتاه چون وقت برنامه هم بسیار کمه، بدین که تلاوت کنن. آره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غیر المغضوب. برادرم میخواهد قرائت کند.
خواهر گرامی، چون وقت برنامه بسیار کمه، انشاءالله که در هفته آینده ادامه تلاوت برادر شما را انشاءالله خواهیم شنید. برادرم میخواد قرائت کنه. بسیار خوب، باشه تلاوت کنن، مشکل نیست، بفرمایید. سوره بروج را. بسیار خوب، بفرمایید سوره بروج. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. جزاكم الله خیر. تشکر از شما بیننده گرامی، جزاکم الله خیر. تشکر از شما، چون وقت برنامه بسیار کمه تشکری میکنم. هفته خواهر گرامی انشاءالله هفته بعد تلاوت برادر شما رو میشنویم، چون وقت برنامه حالا تمام شده. انشاءالله در هفته بعد. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از تمام بینندگان عزیزی که تا حالا با ما همراه بودن. الله سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده. و این کوچولوهایی که به هر حال تلاوت کردن، اگرچه هر کدام اسمای رو نوشته آقا احمد عزیز، وقت است که اسمای اینها رو بخوانم، اگر نیست که از بینندگان عزیز وقت تمام شده. بله، از این بیشتر به ما اجازه نمیدن. تشکری میکنم از تمام شما و الله سبحانه و تعالی به همه جزای خیر بده. باز